بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانره نادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 174 مهندسی جهل رو به لطف الهی آغاز میکنم. در این برنامه هم با یک کتاب ترکی قدیمی چند صد ساله خطی دستنوشته تخصصی آشنا خواهیم شد و امیدواریم که یک شمع دیگری در ظلمت مهندسی جهل روشن بکنه برای ما تا بتونیم به تدریج از این ظلمتی که زندان مهندسی جهل در اطراف ما ساخته بیرون بیاییم. ما در برنامه قبلی دیروز 173 به آشنایی با کتاب حضرت ملا محمد فضولی پرداختیم که در شرح یک کتاب عربی روضة الشهدا که خود این کتاب عربی رو هم یک مرحوم دیگر ترکی از سبزوار نوشته بود و اون رو ترجمه و تفسیر میکرد و نظرات هر دو کتاب نظر ترکه در مورد تاریخ و حوادث عاشورا. ما میتونیم مقایسه بکنیم با کتاب‌های دیگر و بفهمیم که آیا تاریخی هست، تاریخی نیستش. اینا کار من این نیست. کار من این هستش که خودم رو با زبان ترکی آشنا بکنم و بتونم کتاب‌های خطی قدیمی دست نوشته رو بخونم. ببینید، آشنایی با هر رشته‌ای یک تخصصه. برای یادگیری یک تخصص باید رفت پیش یک متخصص. اون تخصص به ترک‌ها آموزش داده نمیشه. اصلا ترکی و ترک‌ها حذفن در ایران و در جهان، میشه گفت در جهان حذفن. در نتیجه من به عنوان یک فردی که حالا در جهنمی به نام ایران تحصیلاتم رو مجبور شدم انجام بدم، از زبان خودم، از تاریخ خودم، از تمدن معنوی، فکری، حتی مادی خودمون بیخبر موندیم. در نتیجه به جای اینکه برم دانشگاه، به جای اینکه برم پیش یک متخصص، نه امکانات مالیشو دارم نه امکانات فلانشو، خودم گفتم که من خودم رو آموزش میدم. برای این منظور برنامه ریزی اینجور شد که من میرم جلوی دوربین، یا کسانی دیگری هم میان همراه من تلاش میکنن خودشون رشد بدن، یا کسانی دیگری نمیان، خودم تنهایی در جلوی دوربین خودم رو در مقابل تاریخ آموزش میدم. با چند هدف. اولین هدف این که دنیا و هر کسی که در آینده این ویدیو رو خواهد دید بدونه که من در وطن خودم حق نداشتم زبان ملی، تاریخی، ادبی، سیاسی، حقوقی، تکنولوژیک، دینی، تفسیری خودمون رو یاد بگیرم و زبان من در وطن من توسط دیگرانی که من فکر می‌کردم دوستند ولی دشمن بودن اشغال شده. زبان من اشغال شده، مغز من اشغال شده، سرزمین من اشغال شده و من به اینها، اکثر ما به اینها آگاهی نداشتیم و به تدریج داریم آگاه میشیم. و برای اینکه آگاه بشیم باید خودمون به نقد اون وضعیت موجود بپردازیم. اون وقت به این نقطه برسیم که ما در اشغال هستیم، در سرزمین خودمون حق نداریم زبان خودمون رو بخونیم، حق نداریم تاریخ خودمون رو بخونیم، حق نداریم با اندیشه های اندیشمندان خودمون آشنا بشیم. در نتیجه و مجبوریم به زور سرنیزه و کتک و تشویق و تنبیه، مجبوریم که زبان دشمنی که اشغالگر هستش رو بخونیم. خب اگر به این نقطه رسیدیم که بین این دوتا تفاوت قائل شدیم و متوجه شدیم که ما یک ملتی هستیم که در وطن خودمون حق وطن داشتن و حق اون چیزهایی که مربوط به این وطن ملی هستش رو نداریم و یک کسانی حاکم هستن بر ما که بر ما اراده خودشون رو تحمیل میکنن و اراده ملی ما براشون اهمیتی نداره، اون وقت متوجه میشیم که ما با یک دشمن طرفیم.
ما تحت اشغال هستیم و یک دشمنی ما رو، اول زبان ما رو، بعد مغز ما رو، بعد سیستم تفکری ما رو و بعد وطن ما رو اشغال کرده. ما برای آزادی وطن باید از آزادی زبان شروع بکنیم، باید از آزادی فکر شروع بکنیم، باید از آزادی عقیده شروع بکنیم، باید از آزادی بیان شروع بکنیم و برسیم به آزادی وطن. مادامی که از نظر فکری، از نظر احساساتی، از نظر عاطفی، از نظر عقلی، از نظر دلیلگرایی، از نظر ریزنینگ، دلیلگرایی نرسیم به اینجا که ما تحت اشغالیم، نمیتونیم آزاد بشیم، نمیتونیم بریم وطن رو آزاد بکنیم. وطن زمانی آزاد میشه که ما از نظر فکری آزاد شده باشیم. برای همین من شروع کردم، میتونستم برم از الفبا شروع بکنم. خب برای من یه مقدار سطح پایین تری بود از نظر اون چیزی که من به هر حال یه مقداری با الفبای اون چیزی که فارسی گفته میشه به دروغ با اون آشنا هستم. با زبان فارسی خیلی آشنا هستم. 60 سال عمرم حداقل 50 سالشو صرف این زبان کردم، یادگیریش و نوشتن درش و سخنرانی و اینها، کار حرفه‌ای. و خب من تصمیم گرفتم برم یه مقدار سخت‌تر چیه؟ برم یه تخصصی عالی. اونم من فکر میکنم شاید دیگر دوستان یه نظر دیگری داشته باشن. من فکر میکنم که در یادگیری زبان ترکی سخت‌ترین مرحله خواندن کتاب‌های دستنویس تاریخی چند صد ساله هستش که دشمنان ما، چه فارس‌ها، چه جهان مسیحی و چه جهان یهودی، هنوز فرصت و مجال نکردن که به اون کتابا دست ببرن و اونها رو بر اساس نیات و خواسته‌ها و آرزوهای سیاسی، فکری، اقتصادی خودشون تغییر بدن. و این کتاب‌ها سخت خواندنش و دسترسی به اینها هم سخته، ولی در اثر این توسعه تمدن جدید تکنولوژیکی اینترنتی و اینها ما تونستیم به اینها راحت‌تر دسترسی پیدا بکنیم. و خب من از اینجا شروع کردم. خیلی هم با سختی دارم میرم در شخمدا، دارم در، حالا نمیدونم این شخم رو چی بگیم، دارم در سنگلاخ با پای پیاده و زخمی دارم راه میرم که زبان ترکی رو، اون هم در سطح کتاب‌های دست نوشته خطی قدیمی چند صد ساله و تخصصی یاد بگیرم. یه مقدار سخته، ولی خب برای هر کار سختی باید تلاش کرد. حالا من خودم بدون استاد تلاش میکنم. شاید اگر با استاد بود این احتمالاً چیزی که من تا الان 173 جلسه خوندم احتمالاً با 100 جلسه تموم شده بود. حالا 173 جلسه دیگه هم بهش اضافه شده، بعد هم ادامه خواهد داشت. امروز میرسیم به دیوان صنم. ببینیم این دیوان صنم چی هست و چجوری دیده میشه. اول یه نگاهی به وضعیت ظاهری کتاب، فیزیکی کتاب بندازیم. این کتاب جلد رو باز کردن، این صفحه سمت راست، حالا دوستان نمیدونم چه شکلی میرن، یه اعدادی هم روش نوشته شده. این جلد داخل جلده و این صفحه سمت چپ انگار که خود کتاب هست، نمیدونم، شاید هم خود کتاب نباشه. من این رو تلاش کردم کوچیک بکنم که جا بگیره در صفحه، ولی طول کتاب به قدری بلنده که من این رو نگاه کنید چقدر مونده داخل اینجا. بالای صفحه رو نگاه میکنیم، بذارید ببینم اینجا، اینجا به این شکل باشه. وقتی به این شکل میشه شما میتونید کل صفحه رو احتمالاً ببینید. این صفحه بعدی هستش و این صفحه های بعدی که نگاه در شیرازه کتاب پایین و بالا و وسط یه مقدار این سیاهی رو بیشتر میبینید. این در پایین قطعاً آب رفتگی و پوسیدگی دیده میشه، ولی در اون وسط احتمالاً به خاطر اینکه صفحه ها به هم چسبیده و یه مقدار لای اونها کم باز شده
سیاه دیده میشه. ولی به هر حال ما اینجا با این کتاب دستی، ببینید باز هم عرض میکنم هر کتابی که با دست نوشته شده منحصر به فرد هستش، مثل اثر انگشت هر آدم، دست نوشتن اون هم منحصر به فرد، دست نوشته اون هم منحصر به فرده و میشه از طریق، حالا این کتاب اینجا احتمالاً اصل کتاب نیست، این کتاب یه نسخه ای از اصل کتابه، احتمالاً مثلا یه کتابی رو من نوشتم، یعنی این نویسنده نوشته، یه نفر اومده ازش رونویسی کرده، حالا من هم از اون رونویسی میکنم، یکی دیگه هم از من رونویسی میکنه، همینجوری این اینجوری داره تکثیر میشه. به اون شکل در گذشته تکثیر میشده، نه اینکه همه برن اصل کتاب رو پیدا بکنن بخونن، اینجوری نبود. مثلا میگم اصل کتاب در بغداد بود یا در تبریز بود یا در مثلا استانبول بود، حالا یکی که در استانبول بود یا در تبریز بود میرفت مثلا این کتاب رو به امانت میگرفت، یه پولی میداد، یه چیزی از صاحب کتاب، اون نویسنده اصلی، دستخط اصلی رو میگرفت ازش، از روش یه بار اینها رو مینوشت و میبرد مثلا، یا اینو میفروخت یا هر کاری میکرد. بعد یکی دیگه اون کتاب رو که خریده بود یه شهری مثلا میبرد خراسان، در خراسان یه نفر میومد اون رو میشنید آوازش رو، میگفت اینو بده من ازش مثلا ازش یه نسخه به من بده، اینم میداد به یک کسی، اون رو مینوشت، دوباره میدادن به این و همینجوری پخش میشد. در نتیجه ما با هر نسخه ای که مواجهیم با یک نسخه و با یک دستخط منحصر به فرد مواجهیم، در نتیجه خواندن اینها سخته و خب اینها هم خالی از ذهن نیستن، احساس، یعنی اون نویسنده هایی که دارن نسخه برداری میکنن اونها هم بعضن یهو مثلا یه شعر رو میخونه به نظرش میاد که این یه مقدار اینجاش این کلمه مثلا خوب نیست یا جابجا میکنه، نمیدونم، بعضن عمدی بعضن غیر عمدی کلمات رو جابجا میکنن یا اصلا یک بیت رو جابجا میکنه. حالا تو یک کتاب قبلی یادتون باشه دیدیم آخر کتاب اون نویسنده گفته بود که ببخشید در این شعر من شعر رو اشتباه نوشتم، این باید اینجوری می بود. خب حالا ما ورق میزنیم این کتاب رو، دوستان نگاه کنید. این یه مقدار به نظرم برای من سخت خواهد بود، بعضی از کلمات رو خیلی عجیب نوشته. من حالا این رو کوچیک بکنم. این کتاب اسمش دیوان صنم هست. صنم با سات نوشته شده، به معنی بت هست، اما نمیدونم که اینجا به معنی چی هستش. 138 صفحه داره که در PDF، چون 2 صفحه کتاب رو در PDF جا دادن، به 69 صفحه کاهش یافته. حالا بذار ببینیم که این، من صفحه ها رو اینجوری که میبینید دارم ورق میزنم، شما هر صفحه رو اینجا به طور کامل میتونید مشاهده بکنید که چی هست و چی نیست. ظاهرا باید این کتاب خیلی خیلی قدیمی نباشه، ظاهرا میگم، برای اینکه و این فاصله بین مصرع یک بیت، یعنی مصرع اول و مصرع دوم، یک مقدار زیادتر نسبت به کتاب‌های قدیمی تر. دوم اینکه در اطراف کتاب برای حاشیه نویسی جا نگذاشته و این هم یا باید بگیم که این دستخط اولیه است که به نظر من نیست، برای اینکه دستخط اولیه معمولا باید توش خیلی قلم خوردگی داشته باشه، باید کلمات رو هی خط بزنه، از نو بنویسه، که یک کتاب به این شکل دیدیم، البته چند تا کتاب این شکلی دیدیم ولی یکی دیگه خیلی خط خطی کرده بود. ولی اینجا میبینیم که تقریبا میشه گفت که برای هر شعری یا هر غزلی یه سرتیتری گذاشته و از شعر بالایی از شعر پایینی جدا کرده و همونطور که عرض کردم برای چیز هم
اینجا هم با یه جدول مواجهیم که نمیدونم این برای چی هست. تلاش میکنیم که اگه برسیم این رو هم بخونیم. رسیدیم به آخر کتاب. من حالا برمیگردم به اول کتاب، به این همین سرعتی که دیدید. بهتر است حالا این رو هم امروز یاد گرفتم که چه شکلی این کار رو انجام بدیم. بذارید ببینیم میتونیم این رو، نه این دیگه آخرشه و نمیتونیم صفحه رو پایین بیاریم که بخونیم. خوجه ناصر که جهانده ماهدی، من اینو خوجه میخونم، خوجه ناصر که جهانده ماهدی، هم اونون آتسی. اینجا دیگه از بین رفته، کتاب هم آب رفته هم پوسیده شده. این دو طرف ما پوسیدگی و پاره شدن صفحه ها رو میبینیم که در بالا کاملا پوسیده و از بین رفته. خوجه ناصر که جهانده ماهدی، هم اونون آتسی، غرق رحمت نور ل تلدی، بنلر یا بنالر. حالا اینو باید شعر بخونیم ببینیم که این چی هست. غرق رحمت نوری ل تلدی، دولدی پر شدن، دلماخ که بارها عرض کردیم در ترکی بین دال و ت دسته‌دار یه بین این دوتاست، یعنی هر دوتا رو میشه به هم تغییر میکنن و میشه نوشت لهجه های مختلف ترکی این رو به این شکل. ولی در ادبی اگر بتونیم به یک زبان ادبی واحد برسیم، احتمالاً باید اگر با ترکی با حروف ترکی عربی بخوایم بنویسیم، باید احتمالاً با ت دسته‌دار بنویسیم. غرق رحمت نوری ل تلدی، بنالر یا بنلر، کیم بو کلما نه سبب اولدی. دوباره اینجا یه چیزی، حالا اینجا بو بکلما بونلاما بونلامگه سبب اولدی. بولمک احتمالا باشه، بونلامگه سبب اولدی. اون دیگره مستدام اتسون vücudini فرد رب، görmesin قیغو yersun بی تعب. این قیغو چی هستش نمیدونم. görmesin قیغو، قایقی، احتمالاً قایقی نگرانی. قیغو احتمالاً یه فرمتی از این هستش که من به عنوان یک طلبه زبان ترکی باهاش آشنایی ندارم که چی هستش. görmesin قیغو، من به نظرم قایقی هستش. görmesin قیغو yersun بی تعب. تعب یک کلمه عربیه به معنی تب و سختی. مصنف کتاب فضلنده یا فضلنده‌دür. حالا ببینیم که مصنف چی هستش. آیا خودش، حالا ببینیم. چون بولردن معلوم oldu bu خبر. حالا اینجا یه جایی نگاه کنید، دو طرف این، هم وسط شعر و هم وسط دو بیت شعر و هم این که این آخر صفحه یک شعری رو، یک بیتی رو فراموش کرده بوده، اینجا جا داده. حالا اینو باید یه گردیم ببینیم کجا اینو باید جا بدیم. چون بولردن معلوم oldu bu خبر، واجب oldu kim قلم عزم سفر. حالا چه نوع سفری رو میخواد قلماخ بکنه، انجام بده، ببینیم چی هست. Ben dahi gördüm بیجاور قیلگال، بیجادر. ببینید حالا این در رو مثل واو نوشته، در رو مثل واو نوشته. Ben dahi gördüm بیجادر قیلگال، خدمتinde ne gelir şaz ملال. حالا اینجا دیگه دوباره افتاده اون داخل آب، هم اون شعر رفته هم قسمتی از این. İmdi bir töhve gerektir خدمته، چون آنی بشله ورمز حضرته. اگر این رو بشله بخونیم، بالا یه جایی بود نور تلدی، نیلر. این باید نیلر باشه اون وقت. حالا اینجا اگر اون شکل باشه، ارمغان رسمینده دگل نیلدم،
dinledim, neyledim. حالا بذار بریم. ارمغان رسمinde dinle neyledim. علم ادریس کلام دانیال. علم ادریس و کلام و دانیال. حالا احتمالاً یه چیزی حالا این شعر باید اینجاها یه جایی این طرفا باشه. ببین که میتونیم بو مگر معزز احتمالا این بو معزز معنی جمعی لدوم قول. حالا این طرفی اصلا خونده نمیشه. بذارید بریم پس بریم ببینیم که چی میشه. پس سوزی حق در نبینون بی خلاف. قول محکم در سوزنده yok گزاف. تنری وحی دیگه یا گلدی جبرائیل. نگاه کنید اینجا تنری وحی دی یا گلدی خبر جبرائیل. ببخشید اشتباه خوندم. تنری وحی دی یا گلدی جبرائیل. تو الان تو فلاسفه تو چیز ایرانی ها و فارس ها این بحث هستش که آیا این بحث هستش که آیا این وحی به حضرت محمد به شکل یه وحیه یا یه فردی، یه موجودی به نام جبرائیل میاد بهش پیام میده، یا نه مثلا مثل بلندگو هستش یه جایی یه صدا میفرسته برای ایشون. اینجوری بحثا. و الان دیگه میگن در خواب دیده، نمیدونم احساسات درونیشه، یک نوع تفکر درونی. اینا بحثای جدیدیه که داره در مورد چگونگی پیدایش وحی در محمد دارن نظریه پردازی میکنن، فرضیه میسازن. اینکه حضرت محمد خودش چجوری اینها رو دریافت میکرده ما نمیدونیم در اصل. ولی در چند صد سال پیش که این کتاب رو نوشته این میگه تنری وحی دی یا گلدی جبرائیل، یا الله تنری وحی کرد یا اینکه جبرائیل اومد. دو تا فرضیه اینجا گذاشت. کندی گردی یا فی یوم قلیل، یا خودش دید. نگاه کن اینم هست. یا سومین قول فرضیه اینه که کندی گردی یا فی یوم قلیل، که در یک لحظه کوچیک، یوم قلیل یک بخش کوچیکی از روز، یعنی یه لحظه، یه مدتی. یا خود الهام مولده. حالا نظر چهارم، یا خود الهام مولده آنا بو مقال، یا اینکه مقال، این قرآن، این هر چی که برای حضرت محمد شده براش الهام می شده، وحی می شده. مثل الهام احتمال از وهم، کلمه ریشهشون یکی باشه، وهم باشه. احتمال میدم، من نخوندم ولی میتونیم اینجا ببینیم که الهام و وحی چی هستش. بذار ببینیم این معنای وحی چی هستش. وحی در لغت، اینو عربیشو من میخواستم. اگه بتونیم وحی شیعه، فی اللغت العربیه یشیر معنی کلمت وحی. البته وهم با هی دو چشم هستش و وحی با هی حسن هستش. احتمالاً یه ریشه نیستن اینجوری. حالا یهو اینجا دیدم که نه، این با هی حسن هست. الى الاعلام السریع و الخفی، میگه برای یک نوع آگاهی سریع و مخفی. و یدخل فی هذا المعنى عدة استخدامات منها الالهام. بله یکیه الهام، او الاشاره السریعه، یا اینکه یه اشاره سریع. الهام به این معنی هستش در عد السریعه الذی یوحیه الاله. الهام رو میگه یوحیه الله الی الانبیاء و نحل، به طرف الله. نگاه کنید اینجا میگه که الهام یک نوع اشاره
با سرعتی هستش که از طرف الله به انبیا وحی میشه و نحل و به مورچه ها. یعنی اون مورچه هم یه نوعی، حالا اینو اگر اشتباه نکنم در حالا انگلیسیش هم اگر اشتباه نکنم یک نوع، حالا انگلیسی هم فراموش کردم چی شد، یهو میخواستم بگم رفت از زبانم، یک نوع دریافت درونی، احساس و تکلم به سرعت، اینم که میگه و تکلم سخن گفتن به سرعت و خفا و در مخفی گاه یا در پنهانی یا به صورت پنهانی، که ان یکلم الشخص غیره به ما یخفیه عنه، انگار که یکی با غیر از خودش با یکی دیگری صحبت میکنه درباره چیزی که از اون نفر سوم مخفیه. اول الالگاء، یا اینکه وحی به معنی الگاء، ما یه حرفی میگیم که براش تلقین میکنیم که اون فکر میکنه مال خودشه، یا الگاء السریع و الخفی للمعرفه او العلم الى شخص ما، یا به یه شخصی الگاء میکنیم به طور با سرعت و به صورت پنهانی که در مورد یک چیزی یه علم پیدا بکنه در مورد یه چیزی. حالا اینجا به همون که من فکر کردم گفتم و بعد هم عذر خواستم که احتمالاً وحی و توهم از یک کلمه نیستم، به خاطر اینکه یکی با هی حسن نوشته میشه با یکی با هی هدایت، حالا اسم خودم رو اینجا بگم، ولی در مفهوم عربی دیدیم که اینها تقریباً خیلی از هم فاصله ندارن. وحی هم یه جوری از الهام هستش. تنری وحی دی یا گلدی جبرائیل کنده گردی یا فی یوم قلیل، یا خود الهام الدی آنا بو مقال، یا اینکه الهام شد براش مثل حالت وهم پیش اومد. سن بلورسن خود نبیدر دانیال، آیا میدونی که دانیال هم نبیه؟ حالا اینجا از اسامی پیغمبران هم صحبت میکنه. هم حکیم قولی مدلل معتبر، هم حکیم. حالا 4 تا فرضیه در مورد که وحی برای محمد به چه شکلی ممکنه اومده باشه حضرت رسول اینها رو آورد. هم حکیم قولی مدلل معتبر، هم که سخن انسان حکیم مدلول مدلل و معتبر هست، زیر حکمتن ورر بونلر خبر، زیرا هستش انگار، مثلا زیره همون زیرا حکمتن ورر بونلر خبر، برای اینکه اینها از حکمت خبر میدهند. بیرلری علمیله و بذر آریوب، بیرلری علمیله و بذر آریوب، آراماخ جدا کردن بین علم و بذر، این نمیدونم علمیله و بذر آریوب، تاغی صحرای تمام تاریوب، تاغی طغیانگر، صحرای تمام تاریوب، تاراماخ، مثلا ما موهامون رو شونه میزنیم در زبان ترکی داراخ و تاراخ، اینا ت و د به هم تبدیل میشه، ما میتونیم بگیم başımı daradım başımı taradım. تاراماخ تار هم از همین هستش. تار هم تعدادی سیم داره مثل چیز که از هم جدا هستن، بینشون فاصله هست، بینشون نظم هست. حالا یه چیزی داریم که در گذشته حالا اکثرا خانوم ها این کارو میکردن ولی بعضی از مردان هم کار تخصصیشون بود. چیکار میکردن اینا؟ پشم رو داراخلاردلار، یعنی یه شونه فلز، یه شونه بود که خیلی میخای بسیار بلند و مثلا 20 سانتی داشت، شاید هم 25 سانتی داشت، که اینها در یه چوبی داخل کرده بودن اینها رو و خیلی هم زیاد بود، تعدادشون 20 تا 30 تا بود و این
یه پایه داشت که میومد پایین و پایین هم دوباره یه جایی بود که پاهاشون رو میذاشتن اونجا، این پشمهای گوسفند رو به این میزدن اینجوری و این رو داراخ میکردن. این هم داراخ بود، داراماخ بود. حالا میرن صحرا رو هم داراماخ میکنن، یعنی همه جاشو میتونن چیز بکنن. göklerin sağar حالا احتمالاً صغر ایلایوب علم تمام بلدولر حکم علای مو به مو. حالا اینجا یه کلمه نوشته که من نتونستم بخونم، ازش تون گذاشتم که فکر نکنید خیلی هم بی سوادیم، یه جوری بی سوادمون رو کنترل بکنیم. گلlerün، شاید هم göklerin، اینجا یه چیزی هست صعب ایلایوب ضبط، نه این چی میتونه باشه؟ تعبد الهی. حالا من این یه چیز اگه میخوام بخونم این ته دسته‌دار باشه یا صاد دسته‌دار باشه، یه چنین چیزی، ولی نمیتونم بخونم این چی هست. در اصل به هر شکلی که تلاش میکنم علم تمو یا گمو، اون که نخونده بودم حالا اونو میتونم بخونم. göklerin بعد ایلایب اون چیزی هستش نمیتونم بخونم. علم گمو بلدولر حکم علایم مو به مو، چون جلا بودن علم فرمان بلدولر، احتمالاً چلا بودن. من اینجا 2 تا نقطه میبینم در زیر ج، حالا این ما چنین چیزی نداریم، احتمالاً این 3 تا باشه. چون چلبی قبلا یاد گرفتیم که یه چیزی، حالا من معنی چلبی یادم نیست، چلبی، ببینیم که معنی چلبی در ترکی به معنای آقا، خواجه، سرور، باسواد است و به عنوان یک لقب در دوران امپراتوری عثمانی به افراد مختلف از جمله شاهزاده‌ها، شیخ‌های صوفی و به طور کلی افراد باسواد یا متشخص اطلاق می شده است. چلبی البته یه معنی دیگری داشت که ما اینو در گذشته بذار ببینیم دهخدا چی نوشته چلبی رو. چلبی ترکی هستش، در ترکی به معنی آقا و خواجه و فلان. چلبی دهیست جزء دهستان، حالا اینم که مربوط نیست که برگردیم ازش. احتمالاً چون چلابدن یا چلابدن علم فرمان بلدولر، غیر سام هر درده درمان بلدولر. غیر سام احتمالاً این سام قوم سام باشه، حالا که به بخشی از عرب ها اینگار گفته میشه. غیر سام هر درده درمان بلدولر. اول ابو سینه معزز و تدغی، هم ملک طاهر مدام اقتدی. حالا اینجا دیگه اقتداء فکر میکنم باشه که اقتدی. احتمالاً اینو اینجوری باید بخونیم عرض ولایت سرکی شاه و امیر. نه نمیتونم، بعضی از کلمات رو باید وقت بذاره انسان که این رو فتسن سیلدگی هنگامه گیر فیلسوفون فخر دب سیلدگی. خب اینجا سیلدگی باید باشه، پس اینا سیلدگی یا سیلدگی اهل تقمیم افتخار ایلدگی. Bu fütuhi nazm ile cem eyledim, Cafer Sadık dilinden söyledim. Hem nece ulu sözü mesturudur.
kim bu fen itre büler meşhurdur. Cem edip dürlü menafi بیشمار iş bu malu fi bezadum çun behar iş bu معلوفی یازارم چون بهار. اینجوری باید بخونیم در علامت. حالا اینجا اومده این کتابخانه سلیمانیه روی این مهر زده، متاسفانه مهر زده روی شعر، یعنی اینقدر آدم‌های نفهمی رو هم در کتابخانه داریم که به جای اینکه این مهر رو یه جای دیگه بزنه، اومده روی مهر رو زده روی کلمه که ما نتونیم بخونیم کامل. آی دلسا جون آی تلسا جون توتولسا آی دوتولسا آی دوتولسا جون دوتولسا ای اولو. حالا این اسمش یکی کسوفه یکی خسوفه دیگه، این دوتا رو میدونیم. آی دوتولسا فکر میکنم کسوف باید باشه، اگه خورشید گرفتگی باشه خسوف میشه فکر میکنم. آی دوتولسا جون دوتولسا ای اولو بو سریق اولسه. یا حالا اینجا یا خود سنن نوم معطر که این رو خط زده، دوتا روش خط کشیده که اینو ندید. بو سریق اولسه گتی بیل یا طلوع. زلزله اولسا یا خود سنن سنگ معطر. زلزله اولسا یا خون سنن نو معطر سنگ معطر ای اغل سا یالدروز و شاکر. نمیدونم، این باید این رو یه مقدار بیشتر خیلی آدم وقت بذاره تا بتونه بخونه. ایزن گریبا یا غلی یا سغلجان به هم. نمیتونم، بریم یه صفحه دیگر. این خیلی برام اینجا زور داشت اینجا. حالا یه مقدار هم چیز بذار ببینیم این شعر اولش یه چیزی میخواستم حالا اسم یا خود نویسنده رو باهاش آشنا بشیم که چی هست. نشد. اینجا میبینید صفحه آخر، اینجا یه شعر، اصلا این کتاب این بالاش هم یه بیت کاملا از بین رفته. یعنی اینجا ما در صفحه آخر کتاب که دیگه از بین رفته، بخشی از حروف یک بیت رو میبینیم که از بین رفته. نه سبب در علاها اینها تلماغچون حکمتی anlayıp آگاه olmak için Danyala ne ver ne resmi kıldı yard. Hem hükümler golini ey hoş nehad. Ben bu talifi yazıp harc eyledim. من حالا این هرج خوندم. من bu talifi yazıp من همین مج eylerim. حالا چیز çok صناعتler dahi خرج eylerim. این مرج احتمالاً باشه. مرج یک نوع در ترکی، حالا در انگلیسی بهش میشن بت، شرط بندی. فکر میکنم به این معنی باشه. Ben bu تألیف yazıp مرج eyledim. Çün çok sanatler dahi harc eyledim. Kim yıha şair tehassür eyledir. Kim ya şair tehassür eyledir. Kendi sözünden tefekkür eyledir.
یعنی کیمیا اینجا کیمیا یعنی اون کسی که kimya şair təhəssür eylədir. Hər şair hala kendi sözündən təfəxür eylədir. Bu qəlayimdən görünsə bir kərə, bu əlayimdən görünsə biri gər, dünya içində olacaq xeyr şər. Qızlıq o cızlıq. حالا این چی میشه؟ قزلق و جزلق و یا تکر کی هم، صلح جنگ امن فطرت شاد غم. استی ساغ نیرو حالینه، استی ساغمر و حالینه، واگر حیوان yemiş haline. احتمال اینجا این کلمه واگن واگر واگت چی هست؟ وانن حیوان yemiş haline. ایل اقلیم و ولایت مملکت، ایل اقلیم ولایت مملکت. حالا اینجا داره رفت روی کار سیاسی انگار، مثلا تقسیم بندی. ایل اقلیم ولایت مملکت، افترا نفرت گزند و منفعت. هم نتا اولا آنا براشی اکابرشی. هم حالا اینجا بعضی از کلمات نقطه هم داره ولی من نمیدونم این اضافیه کمه، در نتیجه مثلا این رو من هم میخونم. هنوز یه چیز پیدا نکردم ببینم این یه کلمه دیگه میشه خوند ازش. هم نتا اولا اکابر اشی، ظلم عدل هم رعیت تشویشی. نجا کم bildirdi ol Rabbül Enam, o şahanşah adine kıldım tamam. Tüm nezer kıldım geçirdim ruzgar, bir kitap ettim mükerrer zarfgar. Aça agaya ogiya bila kim nedir hal o. Aça ogiya bila kim nedir hal ol. Bizden ululer neca gösterdi yol. O mi oldur Ademi oldur ki daniş yar ola. Ademi oldur ki danış yar ola. Cehlilə getmək cehandan ar ola. Elm ilə aru olanlar منزله. ارمک، این من اشتباه خوندم. علم نه اروی اولنلر منزله. اروی احتمالا یعنی اونایی که به منزل میرسن، به احتمال بسیار زیاد اروی باید باشه. علم نه اروی اولنلر منزله، جاهلون قدری و سنئی gelmez dila. Cahilün قدری و وضیع gelmez dila. Bu kitap çün ola alinde anun, bile cümle خیر شر رو نینون. این چی میشه؟ Bu kitap çün ola alinde anun، bile cümle خیری شرین و نینون ولینون. احتمالا اینجا این نقطه نیست، این الفه که لامی که چیز شده قطع شده. بیله جمله خیر شرین ولینون و یا احکام جهانون سرتسر، جمله آندن سوره علم اهل هنر. علم اهل هنر و یا احکام جهانون سرتسر، جمله آندن سوره سرماخ سوال کردن علم اهل هنر. ذکر را چون بو قدرینی یا کله. ذکر را چون بو قدرینی یا کله،
خیر لا او جهانده آن له. این هم احتمالاً کله نیستش، یان له. ذکر لا چون بو قدرینی یان له، خیر لا او جهانده آن له. یان له آن له، یان در کنار اون، احتمال میدم به این معنی باشه. صاحب تعلیف یزچی صلح دین. صلح دین احتمالا اسمشه. صاحب تعلیف یزجی، یازچی نویسنده. صاحب تعلیف یزچی صلح دین، آسم و اونی متحقر و رکمین. یازو کیسیا، یازو کیسا، یازو کیسا bir کتابی yor معنیسن. یازو کیسا احتمالاً bir کتاب پر معنی سن، ol adine düzün yani sen. Düzük. Ol adine düzük yani sen. Çok ana bir sözünü cem eyledün. Padişahi cem'ine şem eyledün. Oni şemsiye bir olsun ayan. Oni şemsiye ver olsun ayan. شمسیه هم چتر احتمالاً. در عربی و در ترکیه امروزی هم شمسیه به چتر گفته میشه. اونی şemsiye ver olsun ayan, ol erenler şahine alt ermeğan, kim anun oy sikender sanidir. Kim anun oy sikender sanidir, menbe'ül kheyrat sehavet kanidir. Öp elini kıl dua ol şah zaman. Öp elini kıl dua ol şah zaman. Şükl و gül مقبول ola sen بی کمان. اینجا شل و گل این یعنی چی میتونه باشه؟ مقبول ola sen بی گمان. قلمیا senden و آندن bir nişan. قلمیا قالmak ماندن. Kalmak. Kalmaya senden o anden bir nişan. İlla bu sözler kalırsa cavidan. Bab اول تشرین اول احکامن bildirir. تشرین اول، حالا این تشرین فکر میکنم اینها دیگه ماهای جدیده که در بعضی کشورهای عربی به کار برده میشه. این ماها جدیده. فکر میکنم این کتاب خیلی جدید باشه. حالا اینجا یک دوباره این کتاب میبینی که کاملا از بین رفته. این بخش شعر هم از بین. سریانی جلاری بفی آور تشرین اول ای نبی. حالا یه اسمی داشته که میگه این سریانی چی هستش؟ لا ریب فیه، یعنی در سریانی بودن این کلمه احتمالا تشرین باشه یا هر چیزی باشه، شکی نیستش. آدور تشرین اول ای نبی. حالا اینجا ایسا نبغ و سبوغ آدن اختروس ولدیلر بی دروغ. بریم ببینیم تو صفحه 10 کتاب چه چیزی میتونیم پیدا بکنیم. یعنی میشه 20 کتاب. ببینیم که اینجا چه خبر هست. دوباره اینجا میبینیم که سطر اول کتاب، یعنی بیت اول کتاب کاملا از بین رفته. احتمالا یه چند سطر از بین رفته باشه، نمیدونیم.
حالا اینجا لم افتلو اولا هم ای همام گون او کما اکمایه جره هب خاص آم. گون احتمالا گون اگمایه اخماغا گون اکمایه جره هب خاص آم. باغلا بوزی ورمم بلق çok olaleyken olacak خستلق همان پلق خستلق. az ola buyla asal gandır yemiş az ola böyle asal gattır yemiş çok olat ola hakim şöyle vemiş ve yemiş şöyle ve yemiş çok olat ola hakim şöyle ve yemiş. cer seşenbe gün sanla yel ey şebab. cer seşenbe gün sanla bil ey şebab kış gıti olayga kız بی حساب. اینو دیگه نفهمیدم. گش فتا اولا نه چی میشه مثلا اینا گتی اولایغا کز بی حساب. این کتاب رو یه مقدار زیادی وقت میخواد که با حوصله بخونی و بری جلو، غلط بخونی بری جلو، دوباره برگردی هی با این کلمات آشنا بشی. خیلی خطیه که وقتی نویسنده قلم رو حرکت میده، من هنوز با اینکه این چند تا بیت رو تلاش کردم بخونم هنوز متوجه نمیشم این قلم رو در دال و نون و خیلی از حروف چه شکلی حرکت میده. ه و میم مثلا اینجا همه این هم رو من هم میخونم همه جا، ولی احتمال میدم یه چیز دیگری هم باشه. خب این کتاب رو ازش بگذاریم. سواد من برای این کتاب نرسید، این رو باید بهش حضرت صنیع الله. بذارید ببینیم این البته چقدر چند ساعته، 1 ساعت تقریبا این کتاب رو خوندیم. بذارید ادامه بدیم همین کتاب رو، ببینیم که دیوان صنم رو ادامه بدیم، برای اینکه خیلی هم دیگه وقت زیادی نداریم، 1 ساعت داره تموم میشه. مثلا نگاه کنید اولچه فصل جون و تولد تلدغنده دور. اینجا مثلا تلدغندم دور، نمیدونم این چی میشه. تلدغندن جون و تلدغندم دور. جربو آیده جون تلتله ای ظریف تلدغندندر تلدغندندر. احتمالا ما اینجوری باید بخونیم. اولچی فصل جون دو تلدغندندر. جربو آیده جون دو طله ای ظریف پادشاهون دشمنی اولا ضعیف. خور اولا و شمان شها اولا زفر. خور اولا دشمن شها اولا زفر چون ضعیف اولا عدو خوش در سفر. مرتد ابردو ماسیده همین
نمیدونم اینا رو متوجه نمیشم، چون مفهوم کلمه رو هم متوجه نمیشم، خواندنش برام سخت میشه. مرتدو، مرتدو ابرلت مایسنده، مایسنده همین، یغمیا یغمور، یغمیا یغمور گراک اولا زمین. دوباره این مرتد پس نمیشه. محتدو ابر لط ما یسنده همین، محتدو ابر لط ما یسنده همین، یغمیا یغمیا یغمور گراک اولا زمین. حالا یه شعره، تو شعر کلمات رو هم یه مقدار مچاله میکنن دیگه، در آواز خواندن هم کلمات رو مچاله میکنن. ظاهرا من حداقل من مچاله میشنوم، یعنی در متوجه نمیشم میگم که مچاله شده. اینجا هم من به نظرم میاد که کلمات رو مچاله میکنه شاعر تا قافیه شعر رو درست بیاره. در نتیجه بعضی کلمات هم به خاطر اون مچاله شدن کلمه هستش که نصف و نیمه نوشته شده. یل gelmez, yel iyi gelmez, bu yel halk ütüle, ol vilayette kim gün tutule. Yıl iyi gelmez. حالا درست شد. Yıl iyi gelmez, bu yıl halk ütüle, ol vilayette kim gün tutule. Yaya çeker ki tehayyülari velim, kızlık ola mülkünü tuli azim. خیلی بعضی از کلمات رو اصلا متوجه نمیشم مفهومشون رو، در نتیجه در خوندنش گیا çakar ki taxılları, taxıl احتمالا این باشه این کلمه. گیا çakar ki taxılları ولیم حالا یه ولیم آقاجی هست احتمالا، یعنی اون به مفهوم، حالا این ولیم رو من نمیدونم چیه ولی به اون مفهوم به نظرم میاد. تاخل به معنی غلات. یا çakirki یا çakerki taxılları velim, qızlıq ola mülkünü tuli azim. اینجا حالا یه کلمه نوشته که انگار حبشه، مثلا ممکنه که یه چیز دیگه هم باشه، البته ظاهرا اولش هم پاره شده. اقلیمی یلق بی امان، یلق بی امان، فطرت اولاد yaramazsızlık zaman. نه این اصلا خوشم نیومد، این کتاب رو امروز نتونستیم. بذار ببینیم اینجا چی، بریم این قصیده چی، این غزل چی هست. Esci faslı gün dağılındığındadır. Gün ağıllansa bu ay şahsevar. Qatar verir müşaqqat bişumar. یا تاچره مثلا. gün ağıllansa bu ay ای شاه سوار، تاچره ورور مشقت بیشمار. احتمالا تاجر باید باشه، من اینو تاچره میخونم. نقدر جهد دلر
اهدیگ، این حالا چی میتونه باشه؟ بونلری بویله حرامی اون ürecek. Bunları bu yıl harami ürecek. Ne kadar cah edeler mبجی احتایق، این چی میتونه باشه؟ bunları bu yıl harami ürecek. حرامی ها کسایی بودن که حرام میخوردن. چیکار میکردن؟ چی بگیم اینجا؟ راهزن ها، غارتگران مثلا به روستاها اینا میزدن و این آچره آیا صاحب ورع çok ola آلام اسکام و جعه. نه من امروز با این کتاب نتونستم این کتاب رو بفهمم. شاید به خاطر ضعف من ترکی، شاید به خاطر خط این باشه، بیشتر به خاطر ضعف من هست. 14. fasl yıldırım düştüğündedir. Yıldırım olsa bu ay şehriyar, il emin olmaz tağiler el şad. Çok ola ağrı haramu haramdır bu yıl. Çok ola ağrı haramdır bu yıl. Çün çok zaban etse gerektir bulubil. Bollu bil. Çok zaman etse gerektir bollu bil. Az yata vermem benim vardır betan. Az beta vermem nekim vardır betan. Az ola yağmur bu yıl çoktur fetan. Çoktur fetan. Yer aguş yera gülş verir nesirdir ey aziz. Yera güleş ver neyserdir ey aziz. Veir. Yera güleş ver neyserdir ey aziz. Mağrib elinde ola hem nisne گنی. آقا نمیتونم این کتاب رو بخونم. امروز یک کتاب سخت برای ما خونده رسیده و ترکیه ما هم قد نمیده این کتاب رو بخونیم. Bir acep gözde görünür saiyan, از بده فتنه خصومت در جهان. احتمالا عربده باشه. بعضی از نقطه ها نمیدونم، من اینها رو به خاطر این نقطه ها نوعش هم یه مقدار توش بر bir acep gökde ceryanur saiyan, عربده فتنه خصومت در جهان. yemiş olmaya آگوش یا کلش کلام. yemiş olmaya ya آنوش یا yanlış کلام. حالا اینجا من این قبلا هم یک جایی اینو دیدم، حالا متوجه من این yanlış باید باشه. اون yakılış میخوندم و اینها، اینجا متوجه من این yanlış باید باشه. yemiş olmaya آنوش yanlış کلام. آنوش این چی میتونه باشه؟ آکوش. yemiş olmaya آنوش yanlış kelam. Sarık o qati çok ola yıl tamam. Xalqin de afali tefekkürdür xazan. Xalqin de afali tefekkürdür xazan. Qabluğu ola qabgalu ola gamu sahib vatan.
گبغلو عربی به نظر میاد، گبغلو، ولی عربی نیست. اگه عربی باشه باید یه الف دیگری باشه. گبغلو چی میشه؟ گبغلو اولا گمو صاحب وطن، اختلاف بو بیل آگوش بین بین الملوک. اختلاف بو بیل گونوش، نه اینم نیست، آگوش بین الملوک بیر علوبک دو شاه رمس البروک. بیر علو بین دو شاهو مثل البروک، ولی اینجا یه ر داره نمیدونم. بیر علو بین دو شاوره مثل البروک. شاه مصری خارجدن گرگوار. شاه مصر خارجدن گرگوار یک نوع پرنده شکاری هست. گرگوار روم الینده گرلادر هر تبار، یا فرلادر هم میشه باشه، نمیدونم یه جوری. اهل حقın sözü haktır geça. Ehl hakkın sözü haktır geça. Şahidim bu yıl آگوش قلعه اچا. آگوش احتمالا یه اسم باشه، چون که حالا اینجا یه جایی رفت. هم تخیل جمله فواکه روم الی. هم تخیل جمله فواکه روم الی میت اولا خلقی کی beni söyler dili. Hem tehayyül cümle fevakih rum eli meyyit ola halgi ki halgin beni söyler dili. Hem kimler garg ola ander bukhur. Hem kimler garg ola ander bukhur. çok ola زخم سیوف و احتمالا زخم باید باشه. چخ اولا زخم سیوف و ملهم دود زاد اور. bil sonra yıl sonra buluk eczalık در ای بار. احتمالا این همه یار باشه. بیل یل سنره یولوک eczalıktır ey yar. Cümle anın çık durur her bir o diyar. her bir diyar. نه سواد ما نرسید به این کتاب. صفحه 40 یه نگاهی بندازیم ببینیم میتونیم از صفحه 40 یه چیزی بخونیم. 15. فصل gökteki acib hikmettir. Bir acib ger görüna andar asma نون نداره. bir acib ger görüna اندر آسما göy geti kızıltı ola rümden şama. bir acab ger görüna ander asma göy geti kızlık ola rümden şama. گبغلو اولا گمو
olar geçi. Gabgalu ola gamu olar geçi. Telfa ve fitret tala dünya açı. Telfa ve fitret tala dünya açı. Padişahlar iş bu yıl ey مرد پاک کندو خاص گلlarını ede helak. Ey ki iyidir yetinca müddeti, ey ki iyidir yetinca müddeti, illa Rum iklimi kızlıktır fıkati. Kızlık اینجا به معنی احتمالاً گرم باشه، چی باشه به این معنی. هم نواهی شرق الا ای مؤتمن قبط ola یا قط ola یولوک تخیل در هم سمن. هم دیاری بکر ایلی مصر ایلی هم دیاری بکر ایلی بکر دیار بکر احتمالاً هم دیاری بکر ایلی مصر ایلی هم çok ölüm ola و بارونه و یم بارونه و یم. Cür آگوش ola cezayir ناگوار احتمالاً Cür آگوش ola cezayir nagahvar Mekke iklimi avanlıktır diyar. Çok yeri Misr sultanine galip olaver bu yıl düşmanine. Yel sönünde alavır sultan Şam. Yıl sonunda alavır sultan Şam geyb hak nebilir خاص عام. غیب حقی نبلür خاص عام. Zit آگوش ola bu yıl yenbek ona. Bağ eyüdür hem üzümdür durun sana. durun sana بله احتمالاً دوران باشه نمیدونم چی. این کتاب اصلاً مزه نداد برای اینکه نتونستم بخونم. کتابی که نتونی باهاش ارتباط برقرار کنی آدم رو خسته میکنه و من این معنی هاشو نمیفهمم. این کتاب رو ظاهراً مثل فاله. مثلا من این چیزی که دارم میفهمم به نظرم یه خیلی تخصصیه، به خاطر این برای اینکه داره پیشگویی میکنه که اگر در این ماه در این روز این حادثه در آسمان یا در هر کجا رخ بده فلان اتفاق میفته، فلان مثلا شاه فلان طرف ظفر مییابه، شاه فلان طرف شکست میخوره، گندم مثلا یا گندم و جو اینجور چیزا دونه ها زیاد میشه یا خشکسالی رخ میده و اینا پیش بینی هاست. یه چیزی هستش که خیلی تخصصیه و خواندنش هم سخته به خاطر هم تخصصی بودن و هم خطش. یعنی کتاب بسیار جالبیه، در مورد پیشگویی هاست. چی میگن این شاید یکی از اینهایی باشه که آینده رو پیش بینی میکنه، شاید یکی از این افراد باشه که حالا تلاش کرده به شعر بگه. این شعر هم کلمات چی هستش و چجوری با هم رابطه برقرار میکنن و چند تا معنی دارن، اینها رو باید آدم بلد باشه بتونه به اون مقصود اون آدم برسه. ولی من نمیتونم این رو، چون سواد من در ترکی ساده هم نیستش که حالا چجور برسم به ترکی که رمزگذاری شده باشه و تخصصی هم باشه در مورد این که مثلا
زمین چه اتفاقاتی میفته، دریا چه اتفاقاتی میفته، آسمان چه اتفاقاتی میفته و اینها بر روی هم چه تأثیری میذارن در زندگی بشر، در مثلا خشکسالی و نمیدونم باران زیاد و برف زیاد و جنگ بیاد یا شاه بیاد اطرافیانش رو بکشه و اینا یه چیزاییه که معمولا یه افرادی پیشگو هستن. کهانت در ترکی پیشگو نمیگن، کهانت، یه عده‌ای کهانت دارن، میتونن آینده رو پیشگویی بکنن. حالا یک تعداد انسان‌های غربی هم در این مسئله مشهورن. گر دوشنبه gün ola عید الصلیب، نگاه کنید حالا مثلا روز دوشنبه اگر عید الصلیب باشه، عالم عجزلق ola ای دل گریب یا ای دل فریب. عالم عجزلق، حالا این با الف نوشته عجزلق، این آیا به معنی عاجز هست؟ چه معنی داره؟ چون که عاجز به معنی با الف عین نوشته میشه، این با الف نوشته شده، من اینو نمیتونم کاملا درک بکنم که عالم عاجزلق اولا. اینجا ممکنه گرسنگی به معنی گرسنگی باشه، عاجزلق اولا ای دل فریب، چون گفتم در شعر کلمات رو گاهی میان میشکنن که به شعر قافیه بده. این احتمالا یه چیزی، ای yüzü gül sözleri gend و نبات، آخرین gülün görəsən بی ثبات. آخرین yılın görəsən، آخر سال رو، görəsən بی ثبات، آخر سال رو بی ثبات میبینی. جمع بگلر لشکری گمواری، جمع بگلر لشکری گمواری. حالا این بیها بیان لشکری رو جمع بکنن که همه حرب آگوش اولا، گوالر لشکری یا گرالر لشکری، حرب آگوش. این آگوش چی هستش که من نمیتونم بخونم این رو. حرب آگوش اولا گرالر لشکری، سند و ایلیندن تا که بغداد یمن، سندو ایلیندن تا که بغداد و یمن، فطرت اولا جمله شهری ای مؤتمن. حالا این میگه از سند و بغداد تا یمن، یعنی از چین گرفته تا یمن که چیز هستش، فطرت اولا جمله شهری ای مؤتمن. یه فترت میفته، یه فاصله میفته بینشون. یعنی چی؟ اول ارالیکده bir سلطان düşe. حالا در این میون که از سند تا یمن هست، او ارالیکده biz یا bir سلطان düşe talgılık اولایت ای پاشا. تلغلق اولایت ای، اینجا تلغلق غا ولایت ای پاشا. یعنی چی میشه نمیدونم اینا رو. مثلا تلغلق یعنی چی؟ این پاشا رو حالا پاشا میتونم بخونم. مر ایلیندن چیگاه بیر پادشاه. این مر چی هستش؟ مر ایلیندن از ایلی که به نام مر هستش، میم این را من دارم میخونم. مر ایلیندن چیگاه بیر پادشاه یا پازشاه، کل اقلیمی دوته دور بی سپاه. اون تمامی این مناطق رو بدون اینکه لشکر زیادی هم داشته باشه میگیره. اولا گر عبدالصلیب سه‌شنبه gün. حالا این عبدالصلیب چی هستش در چیز؟ اگر به روز سه‌شنبه بیفته، بال اوقات المایه ورای و فنون. حالا چی؟ چی؟ اینا رو دیگه نمیتونم بخونم. بریم صفحه آخر ببینیم آیا میتونیم یک کتابی ازش، یه تاریخی، یه چیزی. اولجی فصل محرم آیین دور.
این کتاب ناقص مونده، یعنی بقیهش هم از بین رفته. حالا اینجا یه چیزی هستش 1200، این چیه؟ 1204 سنه و این در سال 1204 نوشته شده این کتاب. اینجا تو جلدش یه چیزی 1204 سنه، اینجا بقیهش خونده نمیشه ولی اینجا هستش. البته این پایینم یه عددی گفته 1260 از 1404 156. اینجا یه جمع کرده این آدم ولی این 60 نیست، 60 değil. این نوشته 1204 یعنی 1204. اینجا 1260 نوشته 1404، یعنی این اخیراً اومدن اینو جمع و تفریق کردن. 1404 بودن. البته این کتاب خیلی وقت باید چی شده باشه ولی این 1404 الان 1446 هست. در اون تاریخ گفته که این کتاب 156 ساله بوده، اما من این چیزی که میخونم بیش از اینه. گفته که 1204 این در سال 1204 نوشته شده باشه. 1204 نوشته شده باشه، ازش کم بکنیم 1447 رو 243 سال پیش این کتاب نوشته شده. همونطور که عرض کردم خیلی قدیمی نیست، به خاطر این نوع رفتار با کاغذ و نوع فاصله که بین ابیات وجود داشته و یک تشرین، اون کلمه تشرین هم که اونجا وجود داشت، من رو به این نتیجه رسون که این کتاب نمیتونه خیلی قدیمی باشه. ولی خب به هر حال با یه خط بسیار منحصر به فردی نوشته شده که خوندنش، برای خوندن این کتاب باید حداقل یک هفته وقت صرف کرد، حداقل یک هفته وقت صرف کرد تا، یعنی چند بار این کتاب رو از اول تا آخر خوند اینجوری تا بشه با مفاهیم و اصطلاحات فنی و رمزگذاری های این آشنا شد و رمزگذاری هایی که این در نوشتن حروف به کار برده، وصل کردن حروف و صداها به هم به کار برده و شکستن کلمه ها و نیمه استفاده کردن کلمه ها، مثل آجرهایی که شما یه بار هستش که آجر رو کامل میذارید تو دیوار، یه وقت هستش که اینو میشکنید بعد توجه به نیازتون در اون سطر آجر اینو میشکنید به اندازه حالا 1/4 1/8 یا نصف و نیمه اینو، یا 1/3 این 3/4 این رو برمی‌دارید استفاده میکنید. این هم اومده در شعر از اینها استفاده کرده. من فکر میکنم این کتاب بسیار تخصصیه. نه تنها کتاب تخصصی هست بلکه نوشتنش هم رمزگذاری داره، رمزگذاری شده. در نتیجه اون هم یه مسئله است. اصطلاحاتش هم که خودش یه مسئله دیگریه که نمیذاره معنی رو بفهمم، در نتیجه نمیتونم بخونم. من هم کتاب رو تا زمان که معنیشو نفهمم واقعا سخته برایم بخونم. خب امروز با یه کتاب بسیار سختی روبرو شدیم، ولی خب به هر حال البته اینجا یه تاریخ میتاسه و اشرون این چی هست. بذارید ببینیم اینجا چی میشه. Zebra bellu ki yıldız dur açık nisve arşın ancak arası ve yok. Fer'ul muqaddam zafer sadis aşar. Fer'ul muqaddam zafer sadis aşar. حالا این تا اینجا میشه 16. طولانور حرف میم ای رشکی بشر. İkidir fer'ül muqaddam bizya. Hem budurur şekli anun ey. حالا اینجوریه شکلشون کشیده، نقاشی کرده اینجا. ها ببینید گفتم که این داره چیز میکنه. اینجا اومده از اینجاها، بله این علایه، این نقطه هایی که اینجاها میبینیم این علائم
اون چیز هستش. نگاه این حالت دوتا چشم داره، اینها اینجا داره اینجا هم مثلا مثل یک دایره هست که اطرافش 1 2 3 4 5 6 تا دایره کوچیک بهش چسبیده و یک بندی هم بهش آویزان شده. این مثلا چی هستش؟ هم رشا اولو درایو دوتر çevirsen altı uşak yıldız tüter. این اگه بگردونی نگاه کنید، یعنی این خیلی تخصصی. اینجا اومده آخرش اومده اون چیز رو داره، این جدول رو کشیده، بر اساس این جدول داره یه آموزشایی هم میده که این کتاب رو بشه فهمید چیه. خب برای همین میگم باید این کتاب رو حداقل 3-4 بار از اول تا آخر آدم بخونه. مثلا نگاه کنید bab 2 28 maddeleri bildirir 12 faslidir. Çünkü bu ma'luf tamam oldu ayan, lezzeti helvay cihan tuldi ayan. Yazmadım ol hükmü kim, bir görmed ben görmedim. Bilmedim yahut bilenden sormadım. Ani yazmıştır kitapta bu Daniel, silinir şimdi hemen bi infisal. Vesvini hacet degül şerh eylemek, oğuyan görtene getür ne hacet silmege. Oğuyan götüre ne hacet silmege. Oğuyan göre ne hacet silmeye. İlla bir mani müvecceh-i aziz, istirab eyler gülden çok aziz. İlla bir mani müvecceh-i aziz, istirab eyler gülde çun aziz. این عزیز با اون عزیز فرق میکنه، این با الفه با اون چیه، اون نمیدونم. عزیز، این عزیز به چی معنی هستش؟ عقل ما تشویش eder زحمت verir. عقل ما تشویش eder زحمت verir. نامز احمدی نام احمدی بو kim زحمت verir. حالا اینجا نام یه ز داره ولی من این ز رو نام احمدی bu kim zahmet verir. Zira bir neça ana bir kış yaz. Zira bir neça ana bir kış yaz. Fenle meşgul olar ey dilnevaz. Fenle meşgul olar ey dilnevaz. Büle ta'alifitün eşida haber, bulmak, bule ta'alifi için eşida haber, pes teferrüt cah verer gile nazar. Pes teferrüt gah verer gile nazar. Kazerun kale منازلده تورا. حالا این چی هست؟ کازرن کاله منازلده تورا، مجلس تغییری عجیب موضع کرا. müfzeli yerinde tün bulmaya. احتمالا yerinde çün bulmaya، fikre meşgul ola şad olmaya. حالا اینجا şaz şöyle şad olmaya. Diye bu böyle ne çün oldu acab، intigaline sebep ne oldu acab، müşkili etmağa yazdım cevap، az her روشن münir çün aftab. Bazılar bu fenni Türkçe söylemiş. حالا من silmiş خوندم بالا، نگاه کنید این بالا، بریم بالا. گفتش که
چون که بو معلوف تمام oldu عیان لذتی حلوای جهان تولدید عیان yazdım ol hükmü kim ben görmedim bilmedim yahut yazmadım ol hükmü kim ben görmedim bilmedim yahut bilenden sörmedim ani yazmıştı kitapta Daniel söylüyorlar şimdi hemen bir infisal söylenir şimdi hemen bir infisal silinir من اینو خونده بودم söylenir hemen bir infisal vasfini hacet degül şerh eylemek oğyan göre ne hacet söylemek silmek اینم خونده بودم söylemek حالا معنی داد نگاه کنید بیسوادی اینه معنی رم نفهمه این برای همین میگم باید کتاب رو چند بار خون با مفهوم به تدریج آشنا شد مثلا ما اینجا سیلمک خونده بودیم سیلمک به معنی پاک کردن در پایین دیدیم که این به این معنی نمیشه بعضیler bu fenli türkü söylemiş silmiş nemiشه بعضیler bu fenli türkü söylemiş بعضیler tazi dilin cem eylemiş یعنی به زبان فارسی اینو چیز کردن تازی بذار ببینیم چی میشه neçeler پارسیce ey هم دل فریب neçeler پارسیce ey hem dil ferib güllere gerşuk konup çun endelib çok nazar kılmış bu hub yüzülar çok nazar kılmış bu hub yüzülar ittifak etmiş gumu sözü ve bular ihtilaf olmuş menazilde makam bir aki yerde bir ani yerde zelal biki bini tamam حالا این احتمالاً اینجا دوباره افتادیم به گل اختلاف olmuş menazilde مقام bir iki yerde zelal bini tamam زلل با رزه هستش برای همین نمیدونم بفهمم که این زلل به معنی گمراهی به نظر میاد bir iki yerde زلل یعنی در یکی دو جا گمراهی بینی تمام 1000 تاش تمامه چون مصنف söylemiştir اختلاف بعض yerde نجوم eyler خلاف اینا اختلاف رو نوشتن ستاره ها هم حالت اختلاف دارن پس موافق gelmedi علم الیقین عقل okut verer sagin زنهار sagin sıgın احتمالا باشه sagin نمیشه عقل okut verir sagin sıgın زنهار sıgın ki gati teftiş edip söyle sözü ki gati teftiş edip söyle sözü kim olar ma'lum garazlarının gözü bir kitap adın acayip dediler kitabı acayip bir kitap adın acayip dediler bir بحر içre garayip dediler berru behr içre حالا درست شد bir kitap adın acayip dediler kitab acayip اسمش کتاب عجایبه bir kitap adın acayip dediler berru behr içre garayip dediler kim آنی شیخی جهان یاد ایلمش بسی گفتن این کتاب شیخ جهانه یعنی خیلی بزرگه dürlü مخلوقی تمامت söylemiş تمامی مخلوقات رو به کور کامل dürlü یعنی گوناگون dürlü مخلوقاتی تمامت söylemiş عالم و زاهد ولایت قوتی himmete kırmış riyazet ki gati yerreli o her taraftan mu be mu neça gez teyyile germiş ey امو حالا اینجا دوباره یک کلمه رو اشتباه خوندیم برگردیم دوباره yerreli اول هر طرفten مو به مو neça gez teyyile teyyel arz teyyile girmiş ey امو
یا جزمیش نقطه اگر نداشته باشه جرمیش میشه، ولی اگر نقطه فرض بکنیم که نداره جزمیش ای امو نچا جز یه چیز هستش، یه واحد اندازه‌گیری بوده. یک نچا جز تیل ارز جزمش ای امو آسمان انجم منازل هم بروج چشمیله قرمش تقرج بی اروج. این تقرج احتمالاً غ نداشه، این نقطه اضافه باشه این تعرج همان اروجون رفته بیه باب دیگر. تعرج بی اروج بدون اینکه اروج کرده باشه تعرج کرده رفته. پس کتابوندن آنو نقل ایلادم بو معانی بحرینه مغل ایلادم یا مقل ایلادم مقال. اولچه فصل تشرین اولدور اول ده دور احتمال اینجوری اولچه فصل تشرین اول ده دور. این اول کتاب اینجا رو فکر میکنم یه چیزایی خونده بودیم که دوباره اینو نوشته. حالا اینجا این جدول رو یه نگاهی اگر بهش بندازیم به حساب شمسیه اساس 28 این است. اینجا 28 تا حرف داریم دیگه، اینو داریم دیگه. به حساب شمسیه اساس 28 این است. 28 تا اینه، یک 2 3 اینجا میاد 4 5 کجاست؟ خیلی اینجا 5 نگاه کنید خیلی جاهاشو عوض کرد. 1 2 3 9 10 5 6 7 8 کجاست؟ 8 اینجا، 9 این بالا بود، 10 اینجا، 11 کجاست؟ 11 نگاه این جد خودش اینجا 11 یه جایی بود 12 رو دیده بودم، این 12 13 این بالا بود، 14 15 16 اینجا کجا بود یه جایی دیدم 16 اینجا 17 دوباره برمیگرده این اوایل یه جایی بود اینجاها 17 اینجا 17 این 17 18 کجا اینجا 19 20 کجا بود 20 این 20 هستش 23 22 این 22 هستش این 23 این 21 این 25 26 27 11 17 28 16 4 20 اینجاست این هم 8 هم اینجا هست. خیلی این جدول اینجوری به هم ریخته است و این رو سردر آوردن از این خودش یه شاهکاره، یعنی یک تخصصی این دیگه. حالا چه ما بخوایم چه نخوایم باهاش موافق. آختروس حالا اینجا اولی چیه اولی؟ ستریاس اولی تشرین احتمالا تشرین اولی تشرین آخر تشرین اولا تشرین آخر نوبروس آختروس نوپروس یا نوبروس زکروس کانون اول کانون آخر یناروس. اینا ماهن. من اینجا میدونم که این اسم مثلا اخیراً تو سوریه بیشتر به کار میره این ماها تشرین اول تشرین آخر کانون اول کانون آخر شباط این چیه آذر نیسان آیاز حزیران تموز آب ایلول 1 2 3 4 5 نیسان 6 7 8 9 10 11 12 برای 12 ماه این تشرین ها اینها در سوریه و یک کشور دیگه استفاده میشه. آختروس و اینها هم که گفتش که اسم سوریانیه این ماه هاست. اینجا هم علائم اینها دال و ر و ز هستش. حالا این تشرین اگر این عددها
در دوم تشرین این میفته. نگاه کنید، یکم، هفتم، هیجدهم، دوازدهم اینجا میفته تو دوم، پنجم، هفتم، این ماه ها دیگه. این ماه ها رو به این شکل میخواد بگه که چه عددی در چه روزی میفته. برای این جدول ها رو تغییر داده. این جدول ها بر اساس چیز نیست، این جدول بر اساس اینه که مثلا در این دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، دوباره یکم، اینجا یکم هستش، یکم رو آخر گذاشته. اینها در چه ماهی به منظور چی هستش؟ حالا این مثلا دو چی هستش، عدد دو چی هست، سه چی هست، چهار. این خیلی تخصصیه. در نتیجه منی که سر در نمیآوردم حق داشتم که سر در نیاورم. ولی خب از اینجا که بگذریم، حالا بیاییم اینجا ببینیم که اینجا دوباره علائم دیگری رو باهاش صحبت میکنه. ببینیم، چون که سریانی حساب ای روح سنان، yılbaşı teşrin evveldur ayan. Yılbaşı teşrin evveldur ayan. Örne göz. örne göz. یعنی آخر سال که میرسه تشرین اولین ماه سال هست. دور ایان یعنی ایان هستش. پس ikinci gün تغرور اوا. حالا این روز دوم تشرین چی میشه؟ آخر سال، روز اول ساله. تشرین اول، این اصلا چیزی اینجا نیاورده، اول رو هیچ وقت به حساب نمیاره. خب چی شد؟ کجا رفت؟ اینجا بود. پس ikinci gün تغرور اوا تلونور فرع المؤخر هم ربا. حالا اینجا دیگه متوجه نشدم فرع المؤخر هم ربا. این اولدی dört yıldız اوابی بی مختلف. حالا این اوا چیه؟ اونجا هم استفاده کرده بود اوا، این سطر دوم. پس ikinci gün تغور در اوا یا ور اوا، در اوا یا ور اوا، حالا این نمیدونم چی میشه. اینجا اوا رو به کار برده بود، اینجا هم اوا رو به کار برده. این چی هست؟ oldu dört yıldız اوابی مختلف. اوابی مختلف. هرمشور. این هرمشور یعنی چی؟ سناسن لام الف. هرم شور یا هرمشور. سناسن یعنی فرض بکنی، گمان بکنی، سانماک. سناسن لام الف. لام رو الف فرض نکن. حالا بیا و درست کنید چی بود که باید لام رو الف ما بخونیم. یون هم soy cunub olmuş qati. Yun ham soy cunub olmuş qati. iş bu vضع ile müşkül sureti. حالا اینجا پایین اون وضعیت اون رو هم نقاشی کرده که وضع ظاهری اون هم به این شکل نوشته میشه. حالا ما برگردیم باید ببینیم که این در کجا به چه شکلی اینجوری نوشته میشه. من دیگه 15. gün necm و سماک هم تلینور ور شا ای اصل پاک. هم تلینور درد تلینور ورد şa ey aslı pak. Ol semak bir ulu yıldızdır. Yahtelu. Sünbüle burcinde ve verayı bahtelu. Sureti roşen muayyen yüz nur. Budur şekli müsevver nur.
حالا اینم شکل اونه، یه دایره هستش که از یه جایی یه تلشگر به طرف مرکزی کشیده به طرف مرکز خالی داره، نمیدونیم. حالا اینجا میاد دیگه اینها رو آموزش میده. کتاب تخصصی من هم به خاطر خطش و هم به خاطر تخصصی بودن یه مقدار این تخصصی به کمکم اومد که خودم رو یه مقدار چیز بکنم، ولی راستشو بخواید این آخر یه مقدار باش راحت شدم. یعنی وقتی که فهمیدم این کتاب یه کتابی هستش مثل آینده بینی، کهانت، و با رمز و راز نوشته شده و خطش هم رمز و رازی احتمالا نوشته، برای همین وقتی هم رسیدم به اینجا که دیدم یه نقاشی هایی کشیده و در مورد هر نقاشی یه شعر گفتی که این چه علامتیه، یعنی سمبل ها، یه نقاشی یه چیز رو نقاشی کرده با این سمبل مشخص میکنه. تا اینها رو نفهمیم این کتاب رو نمیفهمیم. برای اینکه این کتاب رو بفهمیم باید به چند چیز مسلط باشیم. یک، شعر. دو، در اشعار کلمات رو معمولاً از وضع ظاهری که چشممون و مغزمون بشاده که یه مقدار تغییر میدن، میشکننش، خوردش میکنن، ناقصش میکنن، حتی بعضی وقتا باید با اونا آشنا بشیم. پس با شعر، با کلماتی که در شعر میشکنه تا قافیه درست بشه، با اون علمی که حالا این داره در مورد اون صحبت میکنه، من حتی اسمش هم نمیدونم این چه علمیه یا چه تخصصیه، من فقط اسمشو گذاشتم کهانت، آینده گویی، پیشگویی. و این تازه اومده ترکی و عربی و سریانی رو مخلوط کرده، از اینها یه کتاب نوشته در مورد یه چیزی و رمزگذاری کرده. یعنی با یه چیزهایی که احتمالاً در نوشتن کلمه ها مثلا مثل پنج می نویسه یا مثل قلب می نویسه ولی کج، این مثلا پنجی که مثلا خوابیده باشه به طرف نوکش، اون طرفی که بالاست، اون طرفش خوابیده باشه به طرف شمال شرقی و اون طرفی که حالت قلبه اون مثلا به طرف جنوب غربی باشه، مثلا ببخشید شمال غربی باشه. یعنی اینجا دوستان میبینن این نقاشیشو. حالا این رو احتمالاً همین رو در داخل کلمات به کار برده، برای همینی که من احتمالاً نمیتونم مثلا یازدم رو تقریبا اینجا یه دایره همیشه اینجوری بوده، من اصلا تصور نمیکردم، الان که دارم اینو میبینم. یا مثلا این کانون آخر، این آخر بعدش این نگاه کنید اینجا به نظر میاد این واب ه واب ره، ولی این احتمالاً واب ه ره نیستش، کانون آخر ور و ور دور. یعنی این یه رمزه به نظر من. این در خواندن این باید به رمزها مسلط بود و این ممکنه. چطور ممکنه؟ باید این کتاب رو با حوصله یک بار با غلط حتی خوند رفت آخر، دوباره یک بار دیگه، دوباره یه بار دیگه، تا هر بار بشه با مفاهیم این کتاب بیشتر آشنا شد، درجه بشه با علایمی که برای دیکته نویسی و نوشتن حروف استفاده کرده و همچنین اون علائم که مختص این علم، این تخصص، این رشته هست، با اینم آشنا بشه تا بتونه این کتاب رو یواش یواش رمزگشایی بکنه. برای اینکه این کتاب پر از رمز و رازه، مثل همه کتاب‌هایی که در پیشگویی‌های آینده استفاده می‌کنن با رمز و راز نوشته شده، اینم با رمز راز نوشته شده. در نتیجه این یک کتاب منحصر به فرد با خط بسیار منحصر به فردیه که امیدوارم بتونیم بخونیم. یه تاریخ هم آخر کتاب پیدا کردیم، این رو هم اینجا پیدا کردیم، دیدیم که تاریخ نوشته 1204 که الان 1447 هستش، میشه 400 و اینجا هم حساب کردیم، این نبود، 243 سال پیش این کتاب تقریبا نوشته شده و ما اینجا هم یک چیزی 1260 گفته بوده و 1404 هم تاریخی بوده که این کتاب رو میخواستن حالا محاسبه کنن، 156 سالش بوده در اون زمان. خب
البته من فکر کنم این 1260 رو هم اشتباه نوشتم، برای اینکه این 1204 هستش. در نتیجه اینجا هم یه 60 سال یا 56 سال اشتباه نوشتن، اون هم به خاطر این حساب ما با این کتاب درست در نمیاد. موفق و کامیاب باشید. امیدوارم الله تبارک و تعالی به ما عمری و فرصتی دیگری بده تا بتونیم یک شمع دیگری در جهل ما به خودمون، به وطنمون، به تاریخمون، به تمدن ترکیمون، به تمدن احساساتی، به تمدن مکتوب و به تمدن عقلانی خودمون روشن بکنیم و برگردیم به اون طرف، داخل این جمع بشیم و از اون زندان چیز خارج بشیم. ما هر کتابی که میخونیم از به داخل تمدن خودمون برمیگردیم، تمدن فکری، تمدن تاریخی، تمدن احساسی، تمدن مکتوب خودمون، تمدن عقلانیت خودمون برمیگردیم و این باعث میشه که ما از مهندسی جهل دور بشیم. این هم یه طرفه. یه وقت هست که صبر بکنیم که با خوندن یکی کتاب ها زندان رو بشکنیم، یه وقت هست که تلاش بکنیم وارد تمدن خودمون بشیم و خودمون رو در داخل تمدن خودمون محصور بکنیم تا اون ظلمت جهان جهل نتونه به ما برسه. در نتیجه ما که داخل این دریا و اقیانوس معرفت و عقلانیت ترکی هستیم، به تدریج با این عقلانیت، با این نورانیت، با این زبان، با این تمدن فکری و تمدن مکتوب و تمدن عقلانی و تمدن عاطفی پر میشیم. یعنی کافیه که ما بتونیم بگیم آقا من خودمو بندازم داخل این زبان، اینجا وقتی بیفتی دیگه اون ظلمت نمیتونه در شما تأثیر بذاره. زبان فارسی نمیخونی، زبانهای دیگری هم که اصلا نمیخونی، بیاد زبان خودتو میخونی و به تدریج از این وضعیت میای بیرون. امیدوارم موفق باشیم. راه بسیار